روز 31 ینور سال 2024 در اجراسیه کمیته سازمان ملل متحد اوید به برهم دادن تبعیض حقوق زنان در شهر ژنو مسئله ژورنالیست و فعال زندانی از بدخشان الفت خانم محمدشاه و مطرح شد. گزارشگر سازمان ملل رنگیتا دیسیلوا دی آلویس با ذکر اینکه در تاجیکستان چندین خبرنگار و حامی حقوق از میان زنان بازداشت و حبس شدند، از جمله ژورنالیست پامیری و حامی حقوق الفت خانم محمدشاه از اعضای هیئت رسمی تاجیکستان پرسید که محمدشاه مشخصاً به چه ابزار می شود؟ آیا حقوق او و شخصان دیگر به مرافعه ها عادلانه تا کجا تامین شده است؟ از نام هیئت تاجیکستان به این سوال عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پاسخ داد. او در سخنرانیش الفت خانم محمدشاه را به ویران کردن چند بند قانون از جمله تشکیل گروه متشکلانه جنایتی، دعوت مردم به اعتراض و بی‌ترتیبی ها و به خارجیان دادن اسرار دولتی عیبدار کرد. محمدشاه در دوشنبه پیوسته با خادمان مخصوص کشورهای خارجی ملاقات کرده مواد دارای سر دولتی را پیشکش میکرد. به یک گروه جنایی تشکیل شده هم داخل بود و آن بینظمی‌های بسیار خطرناک تشکیل کرد که ساختارهای حفظ حقوق قانون و ابیکت‌های استراتژی را هدف قرار میداد. اظهار داشت علمشاهزاده، ولی او نگفت که محمدشاه و چه سر دولتی تاجیکستان را میتوانست بداند و به خارجیان پیشکش کند. علمشاهزاده در سخنرانیش بار دیگر اعتراضگران بدخشان را به آن ابدار کرد که اولین شده به نیروهای الفا حمله آورده یک افسر این واحد کمیته دولتی امنیت ملی را کشتند و شورای طرف مرز خطا را بسته مانع حرکت ماشین‌های برکه شدند که از این اقتصاد ولایت مختار کوهستان بدخشان ضرر دیده است. الفت خانم محمدشاه و 18 می سال 2022 در منزلش در شهر دوشنبه و اتفاقا در روز دستگیر شد که مقامات با استفاده از نیروی ویژه و سلاح اعتراضها در شهرک ومر مرکز نوحه روشن را در ولایت مختار کوهستان بدخشان سرکوب کردند. بنا به اعتراف مقامات در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان در عموم بیش از 30 نفر کشته شدند. اکثر آنها محض در ومر به هلاکت رسیدند. ماه دکمبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان الفت خانم محمدشاه را به 20 سال زندان محکوم کرد. شوهر سابق او ژنرال خولباش خولباشف به حبس عمرباد محکوم شد. محمدشاه فعلا در زندان نورک یگانه زندان زنانه تاجیکستان ادای حکم میکند. دادستان کل تاجیکستان ماه ینور سال 2023 در یک اظهارات ویژه گفت که محمدشاه و الفت خانم برای جلب و تشکیل اتحاد جنایتی، آدمکشی و سوء قصد به آن، تروریسم و به دیگران دادن لوازمات جنگی و یراق آتشفشان، خیانت به دولت، با زورآوری غصب نمودن حاکمیت یا دعوت عمومی برای باروی زورآوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با استفاده زورآوری، دیگرگون کردن ساخت کنستیتوسیونی، ناآرام نمودن وضع سیاسی و اجتماعی، دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی به 20 سال زندان محکوم شد. الفت خانم محمدشاه و رهبر سازمان انصاف و ناموس و استاد سابق دانشگاه اسلاویانی که 66 سال دارد روز 7 می سال 2022 یک روز قبل از بازداشتش هر نوع دست داشتن خود در تشکیل اعتراضها را رد کرده بود. چندین سازمان بین المللی از جمله کمیته امریکایی دفاع از ژورنالیستان رهایی الفت خانم محمدشاه و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری را طلب کردند. به باوری حامیان حقوق اتهامات ضد محمدشاه و بافته بوده در اصل مقامات تاجیکستان این عضو فعال جامعه شهروندی را برای فعالیت ژورنالیستیش و مبارزش برای حقوق انسان از جمله برای حمایتش از حقوق اقلیت‌های پامیری تحت تعقیب قرار دادند.